درود. ایلخانان نام دودمانی از مغول هاست که از سال 1256 تا 1357 میلادی به مدت حدود 100 سال در سرزمین ایران حکومت کردند. دولت ایلخانی به طور رسمی با نام ایران زمین یا به صورت ساده تر ایران شناخته می شد. سپاهیان چنگیزخان نخستین بار در سال 1219 میلادی به خراسان حمله نمودند. چنگیزخان 7 سال بعد به مغولستان بازگشت و در آنجا درگذشت. خانات از بخش جنوب غربی امپراتوری مغول تأسیس شد. در سال 1251 میلادی منگوخان پسر تولی خان و نوه چنگیزخان بر آن شد تا با اعزام برادرانش هولوکو و قبیلای به ترتیب بر ایران و چین پیروزی‌های مغول‌ها را تحکیم و تکمیل کنند. هولوکو با فتح ایران دودمان ایلخانان را در ایران و قبیلای با فتح چین دودمان یوان را در چین بنیان نهاد. فتح ایران به دست هولوکو خان پیامدهای مهمی چون پایان کار اسماعیلی‌های علمود و انقراض خلافت عباسی را در پی داشت. ایلخانان در ابتدا پیرو آیین شمنی بودند، اما از دوره قاجارخان به اسلام گرویدند. ایلخانان مسلمان خود را سلطان نامیده و نامهای اسلامی برگزیدند. در دهه 1330 میلادی دودمان ایلخانان توسط بیماری طاعون سیاه ویران شد. آخرین خان آن ابوسعید بهادرخان در سال 1335 میلادی درگذشت و پس از آن خانات از هم پاشید. فرمانروایان ایلخانی گرچه اصالت غیر ایرانی داشتند، سعی کردند با گره زدن خود به گذشته ایران اقتدارشان را گسترش دهند و مورخانی را به خدمت گرفتند تا مغول‌ها را به عنوان وارثان ساسانی معرفی کنند. سرزمین آنها شامل کشورهای ایران، جمهوری آذربایجان و ترکیه است. ایلخانان در بزرگترین حد خود بخش‌هایی از کشورهای چین، عراق، سوریه، ارمنستان، گرجستان، افغانستان، ترکمنستان، پاکستان، داغستان و تاجیکستان امروزی را نیز شامل می‌شد. در طی همان روزهایی که سلطان محمد خوارزمشاه قدرت خود را در نواحی شرقی مرزهای ماورالنهر گسترش می‌داد و خلیفه عباسی الناصرالدین بالله برای توسعه قدرت خود در جبال و عراق عجم ضد محمد خوارزمشاه توطئه می‌کرد، در آن سوی مرزهای شرقی قلمرو خوارزمشاه قدرت نوپدید مغول‌ها در حال شکل‌گیری بود. با این حال خلیفه و سلطان در کشمکش‌ها و مناقشه‌های سیاسی خویش آن را در نظر نگرفتند یا آنقدر در محیط بسته افکار سیاسی و قدرتشان غرق شده بودند که حضور این نیروی ویرانگر را اصلا نمی‌دیدند یا به عبارتی دیگر در مجمع مناسبات سیاسی عصر آن زمان آن را وزنه‌ای به شمار نمی‌آوردند. اما این نیروی عظیم و ویرانگر که از نواحی میان بیابان گبی و کوههای تیانشان به سوی ماورالنهر می‌خزید و از همان ایام فاجعه عظیم را تدارک می‌دید، دولت ناخواسته مغول بود که ظرف چند سال هم به دولت پرآوازه خوارزمشاهی و هم به خلافت عباسی پایان داد. چنگیزخان تجارت با شاه خوارزم را وسیله‌ای برای برقراری رابطه بین دو دولت ساخت، به طوری که نخستین سفیر سلطان خوارزم در جلوی دروازه پکن به حضور خان رسید و بر ضرورت توسعه مناسبات تجاری بین مغول و قلمرو سلطان تأکید کرد و آن را لازمه توسعه مناسبات دوستانه و صلح آمیز اعلام نمود. در جریان سفر هیئت 500 نفره بازرگانی مغولان که از میان مسلمانان انتخاب شده بودند، قتل عام همگی این تجار و سوء تدبیرهای بعدی سلطان جنگ بین دو کشور را اجتناب ناپذیر ساخت. در ابتدا این کاروانان بازرگانی توسط حکام شهر اوترا در مرزهای شرقی امپراتوری خوارزمشاهیان به ذهن جاسوسی مورد حمله قرار گرفته و دستگیر شدند. سپس چنگیزخان 3 سفیر شامل 2 مغول و 1 مسلمان به درگاه علاءالدین محمد خوارزمشاه فرستاد با درخواست آزادی کاروان بازرگانان مغول و نیز قتل حکام اوترا به عنوان تنبیه. پادشاه 2 سفیر مغول را سر تراشید و سر از گردن سفیر مسلمان جدا کرد و سر وی را به همراه 2 سفیر مغول به نزد چنگیزخان بازگرداند.
از طرفی خان مغول از سوء رفتار سلطان خوارزم به خشم آمده بود و در سال 1217 میلادی به ایران لشکر کشید، طوری که یورش وحشیانه مغول فرار مفتضحانه سلطان از مقابل وی و از رفتن از شهری به شهر دیگر را به دنبال داشت. مغولان به هر دیاری که وارد می شدند به کشتار نفوس، غارت اموال و ویرانی کامل شهر و آبادی ها می پرداختند. به نحوی که در کوتاه مدتی ماورالنهر، خراسان و عراق عرصه کشتار و ویرانی مغولان شد و مقاومت جلال الدین منکبری نیز نتوانست از ادامه هجوم چنگیزخان جلوگیری کند. 10 سال حضور این قوم مهاجم بخش‌های عظیمی از ایران را به ویرانی و تباهی کشاند تا اینکه عاقبت چنگیز در بازگشت به مغولستان در 1227 میلادی درگذشت و فاجعه عمیق انسان را در پس این حادثه باقی گذاشت. هولاکو خان پسر تولی خان نوه چنگیز و بنیانگذار ایلخانان. 40 سال پس از این ماجرا نوادگان مغول در موکب سپاه هولاکو خان دوباره به ایران آمدند، اما اینان با اسلاف خویش در دوره چنگیزخان که به قصد تاخت و تاز آمده بودند تفاوت بسیاری داشتند. این نسل تازه از مغولان در این مدت با ایران بیشتر آشنایی پیدا کرده و از غارتگری و وحشیگری عهد چنگیز به مراتب معتدلتر و مجربتر به نظر می رسیدند. لشکرکشی هولاکو برخلاف چنگیز با طرح و نقشه پیش پرداخته همراه بود. منازل بین راه از پیش تعیین و راه گذار لشکر آماده و حتی پل‌ها و گذرگاه بازسازی شده بود. این بار تجربه به فرمانروایی مغول نشان داده بود که برای ایجاد یک قدرت پایدار در ایران برچیدن بساط خلافت و اسماعیلیه ضرورت دارد. آنها میبایست به جای کشتار و تخریب بیهوده و بی‌نقشه این دو قطب متضاد دنیای اسلام را که به خاطر جنبه مذهبی خویش مانع از استقرار فرمانروایی آنها در ایران به شمار می آمدند را از بین بردارند. سقوط قلعه علموت و برچیده شدن اسماعیلیه. برچیدن قدرت اسماعیلیه در ایران با مشکل و مقاومت جدی روبرو نشد و با سقوط قلعه علموت در دولت خداوندان علموت به پایان راه رسید. از سوی دیگر خلیفه عباسی علیرغم کوشش‌هایی که در ترساندن مغولان از عواقب شوم در افتادن با خاندان عباسیان انجام داد، نتوانست از حرکت هولاکو به بغداد جلوگیری کند، چرا که به زودی طرحگاه عباسیان به محاصره افتاد. به همین دلیل معتصم خلیفه ناچار به اردوگاه هولاکو آمد. این امر نیز مانع غارت و کشتار بغداد نشد. خلیفه و اولادش نیز با عده کثیری از رجال دولت به قتل رسیدند. بدین گونه خلافت عباسیان نیز فرو پاشید. هرچند سپردن امارت بغداد و عراق به عطاملک جوینی که از والیان مسلمان بود تا حدی در کاهش آثار فروپاشی خلافت عباسی و کشتار بغداد مؤثر واقع شد. بازگشت هولاکو خان به مغولستان پس از گشودن بغداد برانداختن حکومت‌های شام، فلسطین و مصر در دستور کار هولاکو خان قرار گرفت، اما با مرگ برادر هولاکو منگو خان خان مغول که وی حکومتش را از وی داشت، هولاکو شام را ترک و به مغولستان عزیمت کرد و در این کار ناتمام ماند. هولاکو در آبادی ویرانی‌هایی که لشکرکشی‌های او موجب آن شده بود اهتمام ورزید، به طوری که تعدادی ابنیه از جمله معبد بودایی در خوی، قصری در دامنه جبال آلاق و رصدخانه‌ای در مراغه ساخت. آخرین فرمانروای ایلخانان ابوسعید بهادرخان الجاییتو در سال 716 درگذشت و ابوسعید که در مازندران به سر می‌برد همراه با امیر سونج به سلطانی آمد و در 717 بر تخت سلطنت نشست. ابوسعید بهادرخان به هنگام جانشینی بیش از 13 سال نداشت. حکومت ابوسعید را می‌توان به دو دوره متمایز تقسیم کرد. نخست دوره‌ای که قدرت واقعی در دست امیر چوپان بود و ابوسعید جز نامی از سلطنت نداشت. دوم دوره‌ای که با قتل امیر چوپان آغاز شد و ابوسعید تا پایان عمر با اقتدار فرمان راند. ابوسعید بهادرخان به اسلام علاقه نشان می‌داد و به آخوند دین احترام می‌گذاشت. به شاعران و نویسندگان را نیز گرامی می‌داشت و خود در سرودن شعر از ذوق قابل توجهی برخوردار بود.
از این رو این دوران را میتوان از دوره‌های رونق فرهنگ و ادب اسلام در ایران دانست. ابوسعید در اواخر سال 735 قمری بار دیگر با حمله ازبک‌خان به آذربایجان روبرو شد و برای جنگ با او حرکت کرد، اما در 736 قمری در قره‌باغ درگذشت. با مرگ ابوسعید بهادرخان سلسله ایلخانان بزرگ مغول به پایان رسید. از آن پس تخت ایلخانی بازیچه دست امیرانی گردید که با یکدیگر در به دست آوردن قدرت رقابت می‌کردند و هر کدام از آنها یکی از شاهزادگان مغول را برای اجرای مقاصد خویش آلت دست خود کرده بود. پایان کار مغولان. دوره ایلخانان هرچند با نظم و انضباط آغاز شد، اما در بی‌نظمی و هرج و مرج مقاومت ناپذیری پایان یافت، به طوری که تجربه حکومت ایلخانان در ایران دگرگونی اجتماعی جالبی را در تاریخ به معرض آزمون آورد. اینکه در فاصله دو نسل ایلخانان اسلام آوردند، تجربه انحلال قوم فاتح را در فرهنگ قوم مغلوب یک بار دیگر در تاریخ ایران به صورت یک واقعیت تسلی بخش و قابل اعتماد به منصه ظهور رساند. سلاسه یک قوم مهاجم سرانجام در طی دو نسل مدافع قلمرو ایران شدند که از آن در برابر تهاجمات دیگران و هجوم بیگانگان جانانه دفاع کردند. ارتباط آنها دست کم شروع جالبی برای روابط بازرگانی شرق و غرب شد.